بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. کافران اهل کتاب و مشرکان از آیین خود جدا شونده، یعنی از آیین خود نبودند تا وقتی که به آنها حجت روشن نیامد. رسول من الله یتلو صحفا مطهره، که پیغمبر از جانب الله است، صحیفه های پاک را یعنی سوره های قرآن را میخواند. فیها کتب قیمه، در آن صحیفه ها احکام راست درست است. و ما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. و اهل کتاب پراکنده نشدند مگر بعد از آن که به آنها حجت روشن آمد. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمة. و فرموده نشدند مگر آن که خدا را بیپرستند و بندگی را برای او خالص کنند، بر راه دین حنیف یعنی حق گراها باشند و نماز را برپا دارند و زکات را بدهند و این است طریقه دین درست. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بدرستی از اهل کتاب آنان که کافر شدند و مشرکان در آتش دوزخند، در حالی که در آن جاویدان باشند. آن جماعه بدترین خلقند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بدرستی جماعه آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند بهترین خلقند. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. پاداش آنها نزد پروردگارشان برای سکونت ابدی بستانها باشد، زیر آن جایها روان باشند، در آنجا همیشه جاویدان باشند. الله از آنها خوشنود شد و آنها از الله خوشنود شدند. این وعده برای کسی است که از پروردگار خود می‌ترسد.